برای مواقع ضروری لازم SOS گوشیتون رو فعال کنید که اگر جایی گیر کردین خیلی راحت بتونید لوکیشنتون رو برای افرادی که توی SOS اد می‌کنید ارسال کنید. برای فعال کردنش وارد ستینگ میشین، اون بالا قسمت سرچ تایپ می‌کنید SOS. حالا روی ایمرجنسی SOS کلیک می‌کنید و اون دوتا گزینه‌ای که داره رو فعال می‌کنید. مجدد میرید تو ستینگ و اون بالا قسمت سرچ این بار تایپ می‌کنید هلث. روی هلث کلیک می‌کنید و قسمت مدیکال آیدی رو انتخاب می‌کنید. کنار گزینه ایمرجنسی کانتکت ادیت رو میزنید و هر کانتکتی رو که مد نظرتونه اینجا اد می‌کنید و مشخص می‌کنید که چه نسبتی با شما داره. دان رو میزنید و تمام. حالا اگه جای گیر کردین وقتی صفحه گوشیتون قفله، دکمه سمت راست و دکمه ولوم بالا رو نگه می‌دارین تا زمانی که ثانیه شمار ایمرجنسی کال تموم بشه و اون شروع می‌کنه به تماس گرفتن با شماره 112. وقتی 112 رو دیدین اند کال رو میزنید، منتظر میمونید تا برای اشخاصی که توی کانتکت SOS تون اد کردین لوکیشن شما ارسال بشه.